یک بدبختی دیگه مهمیست که داروسی میره مفت قلمارش در خانه که یک هفتم نبریم روی خود نمیشیم گرد میزنیم ما را. به همین خاطر میفهمید زنشویا چی رقم پشیمان میشن. یکی دیگه را که داروسی دیده هو این زنشوی گرفته داشت پس خانه که میبینه میگه این چی مصیبت است که گرفتیم. مرد در خانهش ده مویای بینیش برآمده زیر پیرنیش پاره خنده. ورزش فراموش نکنین عزیز دل من. استاد دیدنشه نه عمل کردنشه. خودتون ورزش کنین عزیز دل من. یک ساعت برین کرکت کنین، یک ساعت برین فوتبال کنین، ورزش کنین. هیچ ورزش نمیتونی کلاب پیسش نداری بدو. دوش خودش یک ورزش است. بسیار کمکت میکنه. از این که عنصر بالا برای صحتمندی دیگه ایش نیست. 29 از رژیم غذایی سالم و متعادل پیروی کن. دیگه گپای من گوش نکردی. یک گپ گوش کردی خوردن انرژی بابا خیلی کم کو عزیز دل من. خرابت میکنه جگرک